آیا میدانید شیطان بیشتر از چی ناراحت می شود؟ اونایی که میخواهید شیطان رو ناراحت بکنید، اونایی که میخوان شیطان رو راضی نگاه کنن، نه، اونایی که میخوان شیطان رو ناراحت بکنن. این 5 چیز شیطان را خیلی ناراحت میکند. 1. توبه در جوانی. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. وقتی پیری گرگ ظالم میشود پرهیزگار. جوان عزیز، برادر عزیزم، هنوز که انرژی داری، شهوت داری، قوت داری، توانایی داری، قدرت گناه کردن داری، بستر و زمینه گناه هموار است، برید مساعد است، توبه بکن و استغفار بکن، بگرد. این توبه تو شیطان به حد ناراحت میکند که خودش به اصطلاح به هر طرف میزند از شدت ناراحتی، که چرا این جوان برگشت به سوی خداوند، چرا این جوان برگشت و توبه و استغفار میکند. توبه کردن در جوانی. الا اگر نه وقتی که پیر شدی، ضعیف شدی، کمرت خمید و مویت سفید شد و دیگه انرژی و قوت و شهوت و همه چیز از وجودت رفت، دیگه وقت توان که توبه میکنی. اما توبه جوانی، و رسول الله صلی الله علیه و در حدیث میفرماند خداوند جوان توبه کار دوست دارد. جوانی که در جوانی توبه میکند الله را هم الله را دوست میداشته باشد و شیطان سخت از این کارش ناراحت میشود. پس در جوانی کوشش کنید استغفار و توبه بکنید. ولو اگر توبه میشکنید بازم توبه بکنید، بازم توبه بکنید. از توبه کردن خسته نشوید. همون طوری که از شستن لباستان خسته نمیشوید، از توبه کردن هم خسته نشوید.